یک فرمانده شناخته شدن تحریک طالبان پاکستانی در قندهار کشته شد. سلام، به چینل ما خوش آمدید. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که یک فرمانده ارشد تحریک طالبان پاکستانی با 2 تن از همراهانش در قندهار کشته شده است. در گزارش که امروز سه‌شنبه 2 سنبل منتشر شده آمده است که این فرمانده یاسر برکی نام داشته و در منطقه سپین بولدک کندهار ترور شده است. در مورد جزئیات ترور این فرمانده تحریک طالبان پاکستانی چیزی در گزارش ذکر نشده است. مقاومت حکومت طالبان در مورد واکنش نشان نداده است. این رویداد در حال صورت میگیرد که تحریک طالبان پاکستان با نمایندگان اسلام آباد در این اواخر با میانجیگری طالبان در کابل مشغول مذاکرات صلح بوده اند. این مذاکرات تا اکنون به نتیجه نهایی نرسیده، اما دو طرف بر سر آتش بس نامحدود توافق کرده اند. چندین پیش عبدالولی مشهور به عمر خالد خراسانی که یکی از رهبران تحریک طالبان پاکستانی است، در اثر انفجار مین کنار جاده در افغانستان کشته شده است. این بود خبر ما، تا خبر بعدی خدا نگهدار.